من میگم آدم اون روزای اول که میخواد یه کاریو شروع کنه، هیچ کس نمیشناستت، هیچ کی ساپورتت نمیکنه، یه پیجت بالا نمیاد. اون موقع است که از رفیقت و فامیلت انتظار داری حمایتت کنن، یه استوری بذارن، یه زنگ بزنن بگن خوبی، کمک میخوای. همین به خدا همین دل آدمو راضی میکنه. تو وقتی تو اون روزای سخت من نبودی، غریبه اومده منو ساپورت کرده، فقط نشستی نگاه کردی ببینی این کجا گاف میده کجا سوتی میده، بشینیم همونو دست بگیریم. نمیتونی تو روزی هم که دیگه روزای سختم گذشت به نتیجه رسیدم بشینی بگی چرا تو فلان جمع فامیلی نمیای، چرا منو بلاک و هاید کردی نمیتونم پیجتو ببینم. اصلا تو اجازه نداری دیگه تو این روزا باشی. باید دورترین نقطه وایسی، اگه دلت اجازه داد فقط تماشا کنی، یه تشویقی هم بکنی. مگه آدم یادش میره چجوری روزای سختش گذشت، چی شد گذشت، کیا کنارش بودن؟ خدا هیچ کی یادش نمیره.